امروز اومدیم با هم دیگه 2 تا اسنک کره امتحان کنیم. Let's go. Let's نگو. یه بیمارستان نشین. صلوات. اشکال نداره. بریم. جی 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 جی. اینجوری که عاطفه آورده 100% پود شد. یه دونه اسنک میگو. یه دونه هم شبیه پفک هندی بود. توش جلبک هم داره. ولی کدوم امتحان کنیم؟ احساس میکنم این بدتره. ASMR. حاضر بوشم. بکن. ببینم. بد نیست. یا ابل. بوش گنده نمیفهمی؟ وای بوش بده. من نمیخوام بخورم. این شکلیه. چرس. خیلی بدمزه بود. مزه میگو میده ولی میگویی که بدون ادویه گندیده. بدی. بیا داغ امیدوارم میده یکی رو خوب باشه. اینجوریه. پفک هندی جلبکیانی. چین هم پفک هندیه. نه طعمش اصلا شبیه طعم پفک هندی نیست. اون موقع تا دارم اشتباه پفک هندی که نه، پفک میگو. تا ویدیو بعدی بدرود.